سلام خدمت دوستان عزیز. امروز دوباره اومدم مرحله سوم اجرای عملیات برق و آب رو براتون توضیح بدم. ببینید دیروز ما شیاراشو زدیم، اگه یادتون باشه با دستگاه شیارزن. کنید مثلا اینجا خط خورده، خط رو ملاحظه میکنید یا اینجا، فرق نمیکنه، همه جایی که باید اینجا جعبه فیوز ما قراره بگیره، اونجا پایین مثلا یه دونه پریز بهش میدیم. این خطی که تا بالا انتقال دادم من در واقع میشه رایزرهایی که باید بره برای روشنایی ها. اینجا کلیدمون قرار میگیره و تو اتاق خوابه ها هم همینطور. این برای روشنایی سرویس همون بود. نگاه کنید از پایین شیار خورده، از کف تا به بالا که میشه در واقع روشنایی سرویس همون. اینجا برای این خط باز دوباره برای روشنایی اتاق خوابمون. یه دونه اینجا براش گذاشتیم، این خطی که میبینید برای رادیات لوله‌کشی آبه. اینجا دوباره برای پریز و تلفن و آنتنه. یه دونه مهتابی بهش دادیم، یه پریز باز نزدیک کمد دیواری بهش دادیم. شیاراشو همه رو زدیم. خب حالا قراره که شیارا رو همه رو بکنیم. شما میتونید با تیشه بکنید، میتونید با مثلا دریل بتون کن بکنید که من دریل بتون کن دارم و دریل بتون کنیه که 3 حالت هست. نور کافی باشه براتون ببینید قشنگ. ببینید حالا برندش مهم نیست چی باشه، البته برند خوب کیفیت بهتره، کار دستگاه عمر طولانی تر داره. یه دستگاهی که 3 حالت داره، حالا نمیدونم میفته 3 حالتش یا نه. ببینید چکشی داره، دریل و چکشی و دریل خالی، که این حالتاشو که بچرخونید حالت چرخش دریل مته و یا قلمش عوض میشه. چون من میخوام چکشی استفاده کنم، جای چکش استفاده بکنم میذارم رو حالت چکشی. خب حالا شروع میکنم به کندن از اینجا.
دوستان یه نمونه خواستم براتون بزنم که خودتون نگاه کنید. وقتی که شیار میزنیم فقط به اندازه خطمون میتونیم کنده کاری بکنیم و خیلی قشنگ میشه. یعنی کل سفال رو من نزدم بریزم چون شیار زدم. دیروزم خدمتتون گفتم که ما 2 مدل دستگاه داریم. یکی شیار زنه که من فقط خط میندازه شیار زن مثل اینی که من انجام دادم. یکی شیار کنه. شیار کن دیگه مثل الان من با بتون کن نمیکنیم، اون خودش هم میکنه، جاشو قشنگ در میاره. منتها روی بعضی از متریال ها مثل سفال و بلوک اون یه خورده سخت جواب میده و یه مقدارم خاک بیشتری رو تولید میکنه. من حالا طی چند سال تجربه از شیارزن استفاده میکنم. خب اینو خواستم بهتون بگم، بهتون توضیح میدم که ببینید چه اتفاقاتی افتاده. الان اینجا اگه یادتون باشه جعبه فیوز من بود که من جاشو الان خالی کردم، ولی یه دونم مسیر بردم بالا. حالا این مسیر بردن بالا رو بهتون توضیح میدم که چه اتفاقی افتاد، چرا من یه دونه رو بردم بالا. اینایی که رفت بالا یکیش میره برای آنتن و یکیش میره برای کولر. 2 تا لوله اینجا بغل هم میخوابه. اینجا یه دونه میره برای روشنایی در واقع سرویس دستشویی ما و یه دونه انشاء بهش میدیم برای فن دستشوییمون، یعنی هواکش دستشوییمون. خب دوستان من فعلا ویدیو رو نگه میدارم که زمان شما رو از دست ازتون نگیره و مواقع شیار زدن که تموم شد بهتون ادامه کار رو توضیح میدم. مرسی که همراهی میکنید منو. خب دوستان عزیز، کنده‌کاری ها همه به اتمام رسید و این مثلا برای رادیات ما تو حاله و همه این جانمایی ها رو قبلا بهتون گفتم. کنده‌کاری ها انجام شد. فقط یه دونه رو دیروز یادم رفت بکنم، الان با بتون کن کندم. ببینید نگاه کن، اونی که شیار زدم چقدر تمیزه، ولی این که شیار نخورده همینجوری با دست کنده شده چیکار کرده با کار. اینجایه که میگم که اگر شیار زن استفاده بکنید خیلی براتون کارتون رو زیباتر نشون میده. هر کس هم بیاد از کارتون لذت میبره. یه دونه اتفاق افتاد و این کار ما انجام دادیم. حالا انشالله الان میخوام برم یه مقدار استراحت و بعدش شروع کنم برای لوله گذاری بدنه. حالا ما توی قسمت این شیار زدن و کنده‌کاری که خدمتتون توضیح دادم، یه مورد دیگه هست. شما میتونید تو این مرحله اصلا تو قسمت برق ورود نکنید، بذارید گچ و خاک بشه. وقتی که گچ و خاک شد با شیار زن شیار بزنید و قوطیاتون رو لب به لب گچ و خاک فیکس کنید. البته چون اینجا حالا اینا رو توی زمان تجربه میکنید و به دست میارید. توی این قسمت خب بعد از 17 سال یا 15 سال فعالیت من تو زمینه برق متوجه شدم که الان قوطی من از سفال چقدر باید بیرون بزنه که وقتی گچ و خاکش رو زد لب به لب قوطی من بشه. یعنی این تجربه به دست میاد. ولی حالا با توجه به اگر تیغ چینی صاف و شمشکش انجام شده باشه تقریبا 1 سانت الی 1 سانت و نیم قوطی باید از سفال بیرون باشه. یعنی لب به لب سفال یا لب به لب بلوک یا لب به لب آجر یا هبلکس یا حالا هر متریال دیگه گذاشته نشه. یعنی نچسبونید فیکس به لب سفال یا اون متریالی که برای تیغ چینی استفاده شده. اینا توی زمان میتونید تجربه بکنید. ولی این دو استانداردهایی که من دارم به شما میگم و اگر همین حرفای من رو گوش بکنید مطمئنا از همین فردا صبح میتونید شروع کنید به عملیات برق رسانی توی ساختمان. بازم من فعلا استاپ میکنم، یه استراحتی بکنم و دوباره میام خدمتتون. خب دوستان عزیز، خستگیمون در اومد. البته من خستگی که ندارم چون به این راحتی ها خسته نمیشم. یه مقدار تمیزکاری کردم اون جاهایی که کنده‌کاری کرده بودم و سفالایی که رو زمین ریخته بود و جمع کردم که کار حاضر بشه برای لوله گذاری. یه هیچ سفالی توی کف وجود نداره، سفالای شکسته تقریبا تمیز شده و آماده بهره بری. خب چیزی که میخوام الان بهتون بگم، یه مقدار
مهمه توی کار. ببینید ما چند تا مورد توی کارمون نیاز داریم. یکیش نوارچسبه که وقتی شما سفارش نوارچسب میدید، این نوارچسب تو کارتون باید اون کیفیت لازم رو داشته باشه. البته من نمیخوام اسم برند خاصی رو نام ببرم، برندهای زیادی تو بازار هست. شما خب یه سری هم هستن که برند نشدن هنوز ولی کیفیت دارن. برای تست یه نوارچسب یه مقدار میکشید و دستتون اینجوری بهش میزنید. این چسبندگیش به همین حد، صداش اگه بشنوید می‌بینید هنوز چسبندگی رو داره، در صورتی که دست من خاکیه هنوز و این کیفیتش خیلی عالی. وقتی میکشیم به این راحتی ها پاره نمیشه. پس یک نوار چسب خوب خیلی توی تسریع کارمون خیلی مهمه. و میمونه لوله. ما توی بعضی از ساختمون‌ها حالا با توجه به شرایط اقتصادی اون سازنده، اون مالک از یه سری لوله های تقریبا استاندارد استفاده میکنیم ولی استانداردهای لازم رو نداره. این لوله مثلا لوله بهش میگیم لوله پلیامید کیفیتش خوبه، به راحتی شکننده نیست. البته اینم سبک سنگین داره، تو وزن سبک سنگین، یعنی هرچی وزنش بالاتر باشه کیفیتش، مقاومتش، اینا همه خیلی عالیه. نگاه کنید این الان به راحتی من نمیتونم فشار بدم و خمش بکنم، این کیفیت لازمو داره. یکی هم زانویی هم ما دو مدل داریم، هم پای کوتاه داریم و هم پای بلند. به این میگن پای بلند عصایی که من اکثرا پای بلند عصایی تو کارام استفاده میکنم. اینم از جنس پلیامیده. و قوطی هم چندین مدل داریم که عمق قوطی ها برای ما خیلی مهمن. چرا عمق قوطی ها مهمن؟ این الان 5 سانت عمق داره، یعنی داخلیش 5 سانت توش خالیه. چون تراکم سیم که وقتی قرار بگیره توی این قوطی اگه عمقش کم باشه پریزتون به سختی بسته میشه. پس عمیق بگیرید، یعنی قوطی عمیق. حالا کیفیتش هم فرقی نمیکنه چی باشه، البته برای پروژه های بزرگ تجاری های داریایی قوی خب قطعا از متریال خیلی بهتر استفاده میکنم. خب من الان میخوام با توجه به اینکه حالا فعلا قوطی رو نیاز ندارم میذارم زمین و یه دونه ابزاری هم که نیاز داریم چاقو هستش برای برش زدن لوله. خب حالا فعلا چاقو رو کاری نداریم. الان من میخوام در واقع اینم بهتون بگم که برای اینکه در واقع موقعی که لوله رو کار میذارید و بعد از اینکه لوله گذاری انجام شد و به مرحله سیم کشی رسید، فنری که میخواید داخل این لوله بزنید، اگر این اتصال بین لوله و زانویی اینجا میبینید یه برآمدگی داره، مشخص پله است. موقعی که فنر بخواد از اینجا رد بشه مقدار به سختی رد میشه. ما چه کار میکنیم؟ حالا باید با توجه به تجربه که همه برق‌ها اکثرا دارن، با چاقو داخلش رو کنیک میکنیم، یعنی یه لایه خیلی نازک از روش برمی‌داریم. در واقع لبش تیز میشه. موقعی که فنر به اینجا برسه راحت رد میشه، لیز میخوره و رد میشه. خب پس اینم بهتون گفتم. الان من میخوام اندازه های بعضی، یعنی در واقع شابلون درست کنم برای جاهایی که نیاز هست. برای پریزها که ارتفاعش 40 سانتی متر بود، برای کلیدها که ارتفاعش 120 بود و برای لوله های اینا همه لوله های انتظار هستن، لوله های جعبه فیوز و آیفون. خب اینجا یه نوارچسب میزنم که این زانوی دیگه در نیاد، همینقدر کافیه، به اندازه 2-3 دور که محکمش کنه و در نیاد کفایت میکنه. حالا میرم سر وقت میخوام الان شابلون جعبه فیوزمو در بیارم، یعنی در واقع الان میشه اینجا. خب به صورت تقریبا اینجا کفایت میکنه، یعنی نرسیده به آخر. خب این یه برش هم بزنم.
ارم میتونید استفاده کنید برای بریز زدنش، ولی خب چون چاقو هم که باید استفاده بکنید به طب چاقو راحت برش میکنه، یه خط اندازی میشه. خب این لوله جعبه فیوز ما. حالا میریم برای لوله دوباره نگاه کنید کونیک میکنم. هر دفعه که میخوام یه زانویی بهش وارد کنم، یک در واقع توش رو یک مقدار بر میدارم که از حالت پله در بیاد. زانویی رو دوباره میزنم و نوار چسب ارتباط بین این دو تا زانویی و لوله رو محکم میکنم. ما لوله مدل‌های مختلف زیادی داریم. لوله‌های PVC هم هست که در واقع نسوز بهش میگن. نسوز به چه معنیه؟ به این معنیه که وقتی که خدا نکرده اتفاقی بیفته، حریق اتفاق بیفته، چون این سیما حامل انرژی هستن دیگه و یکسر داره توشون گرما و انرژی رد میشه. اگر اتصالی بکنه به هر دلیلی اتفاق بیفته و سیم ذوب بشه، اگر تو این لوله ها قرار بگیره وقتی که حریق اتفاق بیفته، اگر دستتون رو تو این فاصله بگیرین، دستتون حرارت رو احساس میکنه، یعنی سوزش رو احساس میکنه، یعنی که داره میسوزه دست. ولی تو لوله های PVC که نسوز هستن، اونجا هم حریق اتفاق میفته، منتها دستتون اگه توی همین فاصله هم بگیرید دستتون نمیسوزه، فقط ذوب میشه میره عقب، یعنی لوله حرارتی ازش متساعد نمیشه. خب من الان برم سر وقت پریز، شابلون پریز هم انداز کنم. اگه یادتون باشه اینجا خط تراز ما بود دیگه، 40 سانت بود، یعنی قوطی ما تا اینجا میخواد بیاد بالا. پس من یه مقدار بیشتر اینو میذارم پایین. یه لوله دیگه، یه شابلون دیگه نیاز داریم برای کلیدها. بازم اینم توش کانیک میکنم اصطلاحا و زانویشو میزنم. هم نوار چسبشو میزنم. یه دونه کلیدی که اینجا هست اینم خب خط تراز 120 اون اینجا بود، یه مقدار بالاتر میگیرم باز. این هم شد برای کلیدمون و تقریبا 3 تا لوله شابلون نیاز داشتیم که بریم. خب حالا برای تعدادشون، چه تعداد از هر کدوم از این شابلون ها نیاز داریم؟ ببینید برای جعبه فیوز اصولا ما 12 تا 13 تا لوله انتظار قرار میدیم. پس من 12 تا از این لوله برای جعبه فیوزم، لوله با زانویی برای کلیدها. خب کلید چند تا داریم؟ توی هر قوطی باید 2 تا لوله حداقل بره که خودش هم مثلا جای 2 تا سوراخ رو داره. اگر دقت بکنید 2 تا سوراخ بالا داره و 2 تا سوراخ هم پایین داره. این 2 تا سوراخ به معنی اینه که 2 تا لوله میتونه توی این قوطی ما حرکت بکنه. خب ما با توجه به دم در 2 تا داشتیم، 2 تا اینجا برای نشون بدم که متوجه بشید. ببینید اینجا قرار بود کلید روشنایی ما قرار بگیره دیگه، درسته؟ دم ورودی ما بود. این میشه 2 تا. اینجا باز برای شب خواب یا مهتابی گفتیم میشه 2 تا، میشه 4 تا پس لوله.
4 تا. 2 تا برای آشپزخونه که گفتم این شیارشو نزدیم، ببینید به چه فرمی در میاد. میشه 6 تا. 6 تا. 2 تا برای سرویس دستشویی 8 تا. 2 تا برای سرویس حمام 10 تا. 2 تا برای مهتابی توی اتاق خواب 12 تا و 2 تا هم برای روشنایی اتاق خواب میشه 12 تا. 12 تا لوله برای کلید هامون نیاز داریم. 12 تا لوله با زانو، یعنی لوله های انتظارش که قراره تو دیوار قرار بگیره. پس 12 تا. جعبه فیوزمون شد 13 تا، کلید هامون شد 12 تا و به تعداد قوطی هایی که قرار در پریزهای تلفن، آنتن و برق براش جانمایی بکنیم، اینجا 3 تا قوطی میخوره. 3 تا قوطی، 3 تا قوطی، بعد میشه هر کدوم 6 تا، میشه 18 تا 18 تا لوله. 2 تا اینجا، یه پریز اینجا داریم 20 تا لوله. 20 تا لوله. 2 تا اون روبرو داریم تو اتاق خواب 24 تا. 6 تا اونجا داریم 24 6 30 تا. 2 تا هم این گوشه گذاشتم براش، یه پریزم این ور 32 تا. درسته دیگه، 32 تا لوله کوتاه برای پریز آنتن تلفن و برق و پریز. خب باز من استوپمو میزنم که لوله هامو برش بزنم و در شما رو باز دوباره در جریان کار قرار میدم.